خدمت شما دوستان گرامیان در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه، ایام به کامتون. امروز قصد داریم راجع به اتفاقات فوتبال پایه با شما صحبت بکنیم. طی چند روز گذشته یکی از دوستان خوبمون در ایران که در حوزه فوتبال پایه کار میکنه خبری رو منتشر کرد و اسنادی رو در اختیار بنده قرار گذاشت مبنی بر اینکه یکی از مربیان در ظاهر مربی در فوتبال پایه کار میکنه به 9 نفر از فوتبالیست های زیر سن و شاگردان خودش حالا دست درازی کرده، تجاوز کرده، اونها رو به منزل شخصی خودش برده و اون بازیکن ها، والدین اونها طرح شکایت کردن و حالا در چه مرحله این موضوع قرار بگیره باید منتظر بمونیم و ببینیم که قانون چه تصمیمی با این مربی پدوفیل و قانون شکن اتخاذ میکنه. متاسفانه ما 7 ماه پیش هم اگر حضور ذهن داشته باشم در برنامه اینترنشنال راجع به فاجعه مشهد صحبت کردیم. مربی تیم نمازگزاران به قول معروف خراسان رضوی به حدود 15 نفر از بازیکنان مدرسه فوتبال اون مجموعه تعرض کرده بود و همه ما دیدیم که اون مسئله رو بایکوت کردن. در ابتدا وزیر ورزش این مسئله رو میدونست از 2 هفته قبلش، بعد فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت رئیس هیئت فوتبال مشهد و خدمت شما عرض کنم همه مسئولین از این موضوع با خبر بودن، اما به خاطر اینکه دیدن اون جنبه های رسانه‌ایش داره یک بدنامی رو برای فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و کلا ساختار حاکمیت در ایران ایجاد میکنه منکر شدن و این فاجعه رو ربط دادن به استکبار جهانی آمریکا و دسیسه دشمنان که حالا در ذهن خودشون دشمنان فرضی رو دائما برای موضوعات مختلف میتراشن و بهونه کمکاری آقایون و ناکارآمدیشون رو خدمت شما عرض بکنم به عهده دیگران میندازن. ببینید، من عرض کردم 7 ماه پیشم گفتم زمانی که من خودم در فوتبال تهران در تیم‌های پایه مسئولیت داشتم این اتفاقات رو دیدم و شاهدش بودم. متاسفانه در مجموعه‌ای که بنده فعالیت میکردم یکی از مربیانی که عمرش به 6-7 ماه هم نرسید بازیکنان مجموعه رو، اون تیمی که ما مسئولیتش رو داشتیم، با فریب، با اینکه من میتونم شما رو ترانسفر بکنم به فوتبال امارات و بازیکنان نوجوان و جوان، شما میدونید انقدر تو ذهنشون تصویر سازی میکنن برای آینده و برای موفق شدن که هر کسی هر وعده و وعیدی بهشون بده چشم و گوش بسته. متاسفانه بیشتر این بچه ها، جوان ها و حتی بچه های زیر 10 سال قبول میکنن برای رسیدن به رویاهاشون، به تیم ملی، به فوتبال اروپا. هر کسی بهشون وعده وعید بده قبول میکنن. متاسفانه اون دورم این اتفاقات رخ میداد و اون شخص، عرض کردم خدمتتون، با بهونه بدنسازی، به بهونه صحبت کردن راجع به آینده به ارتفاعات شمال تهران بچه ها رو میبرد، به کوهستان میبرد، به دربند میبرد. حتی شب بازی ها من خاطرم هست یکی از بازی ها بین تیم نفت تهران و شاهین، روز بازی من بازیکنان رو وقتی ارنج رو اعلام کردیم، چند تا از اون بازیکنان که در ارنج اصلی بودن یک خستگی مفرط در وجودشون بود، اما متاسفانه من اون موضوع رو اون روز و اون هفته ها نفهمیدم و ماهای بعد اون بازیکنان خودشون با من صحبت کردن، گفتن که آقای ایکس ما رو همون شب به ارتفاعات شمال تهران برده، قهوه خونه بودیم، سفره خانه بودیم و از این جور مسائل. ببینید، من هفته های گذشته هم دوستان چون کامنت میدن و می نویسن که
حتما مهمان دعوت بکنید و راجع به مسائل مختلف صحبت بکنید. دوستان ببینید، من یه نکته رو عرض بکنم. من خیلی دوست دارم که این آگاهی رسانی، این مسائل تو یک اتمسفری باشه که سایر دوستانم مشارکت داشته باشن، سایر دوستان مربیان عزیز و رفقای خوبم تو این موضوعات دخیل باشم، از اونها پرسش داشته باشیم و از اونها سوال بکنیم. اما متاسفانه دوستان شاهد هستن، در آرشیو کانال یوتیوب بنده هست. من محمد برزگر رو دعوت کردم که الان تیم مقاومت تهران رو مسئولیتش رو دارن، اردلان آشتیانی رو دعوت کردم و یک دو تا دیگه دوست دیگر رو دعوت کردم. اما متاسفانه ببینید، اکثر دوستانی که تو ایران هستن و مسئولیت دارن به خاطر شرایطشون نمیتونن حقایق رو عنوان بکنن. من خدمت شما عرض بکنم، من این رو بارها و بارها تو کامنت هم توضیح دادم. خدمت شما عرض بکنم، شما وقتی که بارها و بارها مطالب رو سایت های داخل ایران، خبرگزاری ها، به قول معروف پیج های اینستاگرامی، کانال های تلگرامی میزنن، اگر قراره ما راجع به اونها حرف های تکراری دیگران کپی پیست بکنیم، اونها رو تکرار بکنیم، هیچ جذابیتی برای شما نداره. ما باید از منظری نگاه بکنیم که دیگران به اون توجه نکردن. اگر قرار باشه من حرف دیگران رو تکرار بکنم و مسائلی رو بگم که دیگران هزاران بار گفتن، قطعا نمیتونه کمکی برای شما و سالمسازی فضای فوتبال باشه. من وقتی به مهمونان حالا واتساپ میکنم، ازشون درخواست میکنم بیان صحبت بکنن، حقیقتش میگن نمیتونیم به خاطر خط قرمز هامون، به خاطر اون موقعیت کاری که درونش هستیم، نمیتونیم راجبش مسائل راحت صحبت بکنیم. بنابراین من همچون اکثر مسائل، اکثر سوالات هم شما در لایو آقای محمد برزگر و سایر دوستانی که میگم در آرشیو کانال یوتیوب هست میتونید ببینید. وقتی میام سوالی بپرسیم که متفاوت هست با سوال سایر دوستان، حالا عرض کردم در رسانه ها، در حالا پیج های دیگه، و اون شخصی که ما به عنوان مهمان دعوتش کردیم نمیتونه جواب بده به خاطر شرایطی که داره در داخل ایران، من هم نمیتونم اونها رو مجبور بکنم یا خدای نکرده برای اینکه مثلا میگم یه کسی رو تو ایر داشته باشم اونها رو به چالش بکشونم و زندگیشون رو دچار مشکل کنم. بنابراین سعی میکنم اون مسائلی که حقیقت هست و فکتش موجود هست و دوستان برای بنده ارسال میکنن رو راجبش خودم صحبت بکنم و حالا راجب موضوعات عمومی تر و اینکه حالا پرسش های چالشی توش نباشه، دوستانی رو دعوت بکنم اگر دوست داشتن در کنار ما باشن راجب این مسائل صحبت بکنن. عرض کردم خدمتون، تو فوتبال پایه که یک بخش مهم آینده فوتبال یک کشوره، قاعدتاً بایست افرادی به کار گرفته بشن، تایید صلاحیت بشن، از فیلترهای مختلفی عبور بکنن. من خاطرم هست همون 7-8 ماه پیش در برنامه فوتبال برتر محمد حسین میثاقی سوالی رو از حبیب شیرازی رئیس وقت هیئت فوتبال استان تهران سوال کرد راجع به تعداد زیاد تیم‌ها در رده‌های مختلف، حالا چه آسیا ویژن، چه لیگ 1 یا حالا حوزه‌های تهران، و اصلا رئیس هیئت فوتبال استان تهران و همه ما، من میگم اون سالهای پیش که در ایران مسئولیت داشتیم، خرید و فروش این تیم‌ها، هر کسی پول داشته باشه میتونه بیاد و یک مجموعه رو بخره و حالا میگم اکثر خانواده‌ها، اکثر فوتبالیست‌های نونهال، نوجوان و حتی جوان‌ها برای اینکه به آرزوهاشون برسن تبعیت میکنن و از حرفای اون مربی، از اون کسی که هم مدیر هم مربیه و اصلا معلوم نیست اولا سواد این کار رو داره، مدرکشو داره، تجربهشو داره، آدم سالمیه. ببینید حضور افراد پدوفیل و حالا کودک نواز تو حوزه فوتبال پایه باعث میشه اکثر فوتبالیست ها و نونهالان، جوانان سرخورده بشن و وقتی حالا اون حرکت باشون انجام میشه، اون تعرض باشون انجام میشه، تبعات بعدی داره و اصلا از اون ورزش زده میشن. میگم تو فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون فوتبال آقای مهدی تاجی، آقای میله که بعد از به قول خودشون 33-4 سال هنوز فرق تیرک یا دیرک دروازه رو نمیدونن و استدلالشون
از موفقیت مجموعه تیم ملی در جام جهانی، همونجوری که همه ما دیدیم ویدیوهاش هم موجود هست، در واکنش و پرسش مجری برنامه 2022 این بود که ما مثلا 2 تا به میله تیم ملی انگلستان زدیم، اونها 3 تا زدن. اینجوری میخوان توجیه بکنن موفقیت رو. ایشون اصلا وقت ندارن به این موضوعات رسیدگی بکنن، چرا که از همه مهمتر رفتن به استرالیاست و دیدن جام جهانی فوتبال زنان، در صورتی که خیلی از مشکلات فوتبال ایران این هستش که به خاطر اینکه بانوان رو به استادیوم ها راه ندن، مردها رو هم از دیدن فوتبال در اکثر اوقات محروم میکنن. ما الان هفته 4 هم برگزار شد استادیوم تهران، ما آقایون هم محروم هستن از دیدن فوتبال. بنابراین آقای تاج میرن استرالیا و بازی های جام جهانی زنان رو نگاه میکنن، لذتش رو میبرن. حالا حق مأموریت با قول معروف پاداش و اون پستی که در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم دارن به کنار، موضوع بعدی این هستش که حدوداً 1 سال از ریاست مجدد ایشون به فدراسیون فوتبال میگذره. هنوز بعد از 8-9 فصل که تمام لیگ های حرفه‌ای به معنای واقعی، من بارها گفتم فوتبال ایران به هیچ وجه حرفه‌ای نیست تا زمانی که المان‌های لازم برای یک فوتبال حرفه‌ای رو نداشته باشیم. وقتی ما استادیوم ملیمون زمین چمن شرایط خوبی نداره و همین آقای رئیس فدراسیون میگه مشکل آبیاری داریم و از نمیدونم آتش نشانی و از نهادهای مختلف کمک گرفتیم برای آبیاری، یعنی واقعا زمانی برای ایشون نمیمونه به خاطر به قول معروف ماجراجویی های آقای تاجر میلگر که بیاد به فوتبال پایه نظارت بکنه. راجع به شرایط زمین های فوتبال ما حدود 17-18 روز دیگه نساجی ایران، پرسپولیس ایران و سپاهان ایران باید با رقیبان خودشون در آسیا بازی بکنن. تیم های سعودی امسال نزدیک 800 میلیون یورو هزینه خرید بازیکن کردن. کیفیت این فصل لیگ قهرمانان آسیان فوق العاده خوب هست، اما میبینید که باشگاه ایرانی در ابتدایی ترین المان یک فوتبال حرفه‌ای که زمین چمن هست دچار مشکل هستن. نساجی در قائمشهر نمیتونه پذیرای رقیباش باشه، باید ورزشگاه تهران رو انتخاب بکنه، پرسپولیس همینجور. ولی شما میبینید در هفته آخری که در ورزشگاه آزادی بازی برگزار شد، زمین چمن به خاطر اینکه آفت زده شده اونقدر میذارن بلند بشه که اون معایبش مشخص نشه. حالا بحث نبود آب برای آبیاری این ورزشگاه هم یه مشکل دیگه است. حالا به غیر از اینکه هنوز سکوها آماده نشده، متاسفانه همتی وجود نداره. در طی 45 سال ورزشگاه جایگزین برای تهران ساخته نشده که اگر یه روزی اون ورزشگاه پیر تهران دچار مشکلی که الان دچارش هست شد، بتونن از ورزشگاه جایگزین استفاده کنن، بازی‌های لیگ رو در اون برگزار بکنن، بتونن بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا یا بازی‌های ملی رو در اونجا برگزار بکنن. این هست شرایط فوتبال ایران و تا زمانی که این آقایون باشن، خدمت شما عرض می‌کنم شرایط به همین منواله. من واقعا نمیدونم وظایف هیئت رئیسه چی هست. من همونجوری که میگم در آرشیو کانال یوتیوب هست، گفتم مهدی تاج از 2 ماه از قبل از 8 شهریور سال گذشته اعلام کردم که مهدی تاج نفر مورد تایید سیستم هست برای کنترل و هدایت فوتبال. و اون ادعایی که آقایون راجع به اینکه ایشون نمیتونه، آقای من فکر کنم پژمانفر بود، اون روحانی و اون آخوند، آقای پژمانفر و احمد راستینی که دائم می اومدن در فوتبال برتر در شبکه‌های دیگه صحبت میکردن، میگفتن ما اجازه نمیدیم مهدی تاج به خاطر تخلفاتی که در پرونده ویلموتس انجام داده بتونه در انتخابات شرکت بکنه. اما همه ما دیدیم و من بارها میگم اسنادش موجود هست در آرشیو که گفتم مهدی تاج رئیس فدراسیون میشه و هیچ کس هم نمیتونه جلوش رو بگیره. ایشون هم انتخابی وجود نداشت، انتصاب شد، بهش مسئولیت دادن رؤسای هیئت فوتبال، آرا رو به نفع ایشون به صندوق
انداختن و ایشون 1 سال از مدیریت مجددشون بعد از اون داستانهای ویلموتس و بعد از اون اتفاقاتی که رفتن نمایشی در بیمارستان در استانبول بستری شدن و گفتن مشکل قلبی دارن، باید از اتمسفر پر از استرس فوتبال دور بشن، اما اون راندها و اون فضای درآمدهای عجیب و غریب کناری فوتبال باعث شد ایشون دوباره برگردن و ما میبینیم هیچ پیشرفتی تو این 1 سال اخیر ندیدیم و نمیبینیم و متاسفانه میگم در فوتبال تهران هم دوباره مسئله تعرض و تجاوز به بازیکنان رده های پایه اتفاق افتاد. امیدوارم یه فضای پیش بیاد که دیگه شاهد این مسائل نباشیم، یه نظارتی بشه، این اشخاص برن، اشخاصی بیان که متخصص باشن، اشخاصی بیان که دلسوز باشن، وطن پرست باشن و بتونن به فوتبال ایران کمک بکنن، جوانامون، نوجوانانمون، نونهالانمون سرخورده نشن و ما بتونیم آینده فوتبالمون رو در شرایط خوبی ببینیم. ما امسال هم من بارها در برنامه‌های قبلی هم گفتم که متاسفانه ما میبینیم نقل و انتقالاتمون بازیکنانی روی بورس هستن که بالای 30 سال سن دارن. این اتفاق خوبی نیست وقتی ما میبینیم در سر تا سر دنیا سن بازیکنان داره پایین میاد، پدیده های 17-18 ساله دارن در تیم های معتبر فوتبال اروپا و دنیا بازی میکنن، اما متاسفانه تو فوتبال ایران بازیکن 30 سال به بالا در بورس نقل و انتقالات قرار میگیره و این اتفاق اصلا خوب نیست. امیدوارم در آینده شاهد شرایط بهتری باشیم تو فوتبالمون، این اتفاقات رو شاهد نباشیم تا بتونیم از فوتبال لذت ببریم و آینده روشنی رو برای باشگاهامون، برای فوتبال ملیمون داشته باشیم. برای همتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم. ایام به کامتون باشه. خدا نگهدار.